ورود ویتی رایت پورنستار آمریکایی به تهران. چه جالب، بشنویم از عدالت اسلامی. و اما برگردیم به چند سال قبل. سعید ملکپور، برنامه‌نویس، تحصیل کرده از دانشگاه شریف و قربانی یک پرونده‌سازی در جمهوری اسلامی با اتهام به گرداننده وبسایت‌های پورن، کسی که پس از بازگشتش از کانادا به ایران در سال 86 بازداشت شد. سعید ملکپور پس از شکنجه‌های فراوان و سپری کردن زندان‌های انفرادی ابتدا به اعدام و بعد به حبس ابد محکوم شد. گاهی اوقات در روز شاید یه ساعت‌های خاصی یه اشعه نوری میافتاد داخل و من یکی از تفریحاتم دنبال کردن این اشعه نور بود. باش بازی می‌کردم با این اشعه نور. من 444 روز آسمون رو ندیدم. انفرادی شما حق صحبت کردن با کسی رو ندارید، حق ملاقات نداری، تماس تلفنی نداری، حق خوندن کتاب نداری، اصلا کتابی نداری که بخوای بخونی. سعید ملکپور پس از سپری کردن 11 سال زندان، وقتی برای یک مرخصی 3 روزه با قید وثیقه از زندان آزاد میشه، ایران رو برای همیشه به مقصد کانادا ترک میکنه. سعید ملکپور فقط یک برنامه‌نویس بود، کسی که به الگوریتم کدهاش افتخار میکرد و اسم خودش رو در برنامه‌هاش مینوشت. حتی یک روز حبس هم برای سعید ملکپور زیادیه. از همینجا میخوام بهت بگم یاد و نامت همیشه در ذهنم باقی خواهد موند. تلفن زد به خونه مادرم و من از طریق یکی از اقوام فهمیدم که پدرم فوت کرده. خب من شرایط روحی خوبی اصلا نداشتم اون موقع و به شدت شروع کردم به گریه کردن. به محض اینکه گریه من شروع شد، من صدای خنده چند نفر شنیدم. من اونجا فهمیدم که بازجوام اومدن بالا سرم و دارن من نگاه میکنن. همون موقع یکیشون به یکی گفت دیدی گفتم این گریه میکنه؟ یعنی اینا حتی رو گریه من شرط بندی کرده بودن.